با سلام و روز بخیر خدمت تمام اعضا و اپراتوران عزیز و محترم مجموعه بزرگ تحقیقاتی آموزشی سورن. دوستان ببینید، جنس ردیاب و زوایای ردیاب، زوایای کلاهک، حتی جنس ردیاب و مواد ردیاب رابطه مستقیمی با خطا نزدن داره، رابطه مستقیمی با رد کردن فلزات مزاحم داره. اینو کی متوجه میشه؟ کسانی که کار کردن، کسانی که سرماگرمای اپراتوری رو چشیدن. امروزه میبینید توی مجازی خیلی ها میان به عنوان دکتر، خیلی ها میان به عنوان مهندس، یه سری ردیاب ها رو ارائه میکنن که ردیاب هاشون رو نگاه کنید همه پلاستیکی با قوطی های برق این ردیاب ها رو درست کردن و ارائه میکنن، میگن آقا ما دکتر هستیم، ما مهندس هستیم. متاسفانه اینها 1% بویی از اپراتوری نبردن. چرا؟ چون کسانی که کار کردن، کسانی که واقعیت تو کار باستانی کار کردن، میدونن حتی اندازه ردیاب و جنس ردیاب رابطه مستقیمی داره با خطای این ردیاب. ما الان ردیاب هایی داریم، ردیاب خیلی خوب هستش، ولی متاسفانه وزن ردیاب، جنس ردیاب به درد ذرات، رد کردن ذرات نمیخوره، به درد رد کردن شبه طلاها نمیخوره. اینو کی متوجه میشه؟ بازم تکرار میکنم، کسانی که اپراتور واقعی هستن. ما حتی وزن ردیابمون رابطه مستقیمی داره با کار اپراتوری. ببینید، من یه ردیاب گذاشتم، این ردیاب PPL هستش، مال شرکت جرالد آمریکاست. این ردیاب زمانی که وارد ایران میشه بالای 200 میلیون تومان وارد ایران میشه. شرکت جرالد همون شرکتیه که ناویگیتور امریکا رو میزنه، یک شرکت بسیار قدیمی و تحقیقاتی و علمیه. شما توی سایتش بری، ردیاب های خیلی قوی و ردیاب های خیلی تحقیقاتی رو زده، از جمله ناویگیتور امریکا که 204 نوع فرکانس فقط جهت طلا زدن داره. ببینید، یکی از ردیاب های به نامش همین ردیاب PPL هستش. نگاه کنید، زوایای ردیاب، جنس ردیاب رو طوری طراحی کرده که کاملا ذرات رو برای ما رد میکنه، کاملا شبه طلا رو برای ما رد میکنه، کاملا فلزهای سطحی و مزاحم رو برای ما رد میکنه. ردیاب هایی که امروزه دارید میبینید، اینها اصلا قادر نیستن که عرضم به حضورتون که طلا رو تو عمق شناسایی کنن. من بارها و بارها میگم دوستان، تست یه چیز هستش، کار میدانی یه چیز دیگه هستش. اینهایی که میان میگن آقا ما تست میذاریم، ما فلان میذاریم، دوستان تست کاملا خیلی ها رو بدبخت کرده. طرف رفته تو خاک خودش تست کرده، اومده تو کار میدانی با تمام جابجایی خاک مواجه شده، با حالا تمام ذرات ها، با مواد معدنی دور ریشه درخت ها، با تمام حفره ها روبرو شده و ردیاب، حالا چه نقطه زن چه اسکنر، دیده اونجا فلج هستش و عملا یک اسباب بازی دستشه. سیستم تو تست طرف خوب جواب داده ولی عملا کار درستی انجام نداده. الان میگم که خیلی ها هستن توی مجازی میان میگن آقا ما تست میذاریم. تست دوستان تمام کننده ی کار نیست. درسته تست خوب هستش، تست تو آموزش، توی کارکرد سیستم یه چیزایی رو نشون میده، ولی 10% کاره. ما گفتیم آقا سیستم باید رزومه خوبی داشته باشه، سیستم باید تو جای جای ایران موفقیت‌های تو میدانی و باستانی داشته باشه. حالا من یه کلیدی امروز بهتون بدم. ببینید جنس ردیاب رو نگاه کنید، اینایی که الان مد شده با در برق و با این قوطی‌های برق میان ردیاب درست میکنن. دوستان اینها قادر به طلا زدن و رد کردن فلزهای سطحی نیستن. ببینید، حالا من بارها و بارها اعلام کردم در مورد تمام سیستم ها، در مورد ردیاب ها، در مورد نقطه زن های حالا فلزگیاب ها، در مورد اسکنر ها. دوستان ببینید، باید ما چندین آیتم رو رعایت کنیم تا به یه ردیاب بگیم ردیابی که صرفا برای ما طلا بزنه، این ردیاب تموم کننده کار نیست. ردیاب باید حفره رو شناسایی کنه، ردیاب باید اولویت حفره داشته باشه. ما گفتیم 3 نوع ما حفره داریم که روبروی ردیاب تو کار میدانی و باستانی قرار میگیره. حفره به دست بشر،
حفره طبیعی و حفره حیوانی. ردیاب باید این اولویت بندی کنه این حفره ها رو. ردیاب باید نادیده بگیره فلزهای سطحی و بی ارزشو. ردیاب باید حالا مواد معدنی دور ریشه درخت‌ها، دور حالا ما میگیم گون، دور ریشه گون ها رو، اینا رو باید نادیده بگیره. آیتم هایی باید دست به دست همدیگه بده تا ما به یه سیستم بگیم واقعا سیستم. طرفی که میاد توی مجازی میگه آقا من تست میذارم، بیاین تو 2 متر و 3 متر تست میذارم، این یک تردستی بیشتر نیست. حالا چه دکتر باشه چه مهندس باشه اسمای خودشو میذاره. خب امیدوارم که از این کلیپ نهایت استفاده رو دوستان برده باشم. بنده شروین پارسا هستم. شمارم 0919 236 1367. یا علی مدد. خدا نگهدار.